ادامه میدیم. حکومت تاجیکستانро در نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل برای پоймол کردن حقوق انسان و محدود نمودن ازادی بایان زری تنقید گرفتند. از جمله گزارشگری ویژه سازمان ملل دیوید کی شوی рафтори حکومت تاجیکستان با خبرنگاران و دیگرندشونро باشدت تنقید کرد و از آن خواست که این رفتارش را دیگر کند. من دریافتم که به مطبوعات و خبرنگارانی که درباره مسائل جامعه می‌نویسند تهدید می‌کنند. حکومت سانسور کردن اینترنت را هم از جمله بستن وبسایت‌ها را تصدیق کرد. عین زمان من فهمیدم که تمام شبکه‌های مخابراتی نظارت می‌شوند که این همه شهروندان را در خطر می‌گذارد. putting at risk all citizens of Tajikistan. دیوید کی که سال 2016 در تاجیکستان بود در گزارشش درباره تاجیکستان سرکوب مطبوعات مستقل، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، تنگ کردن فضا برای عقیده های مخالفین را بر ضرر خود هدفهای حکومت یعنی تامین ثبات و امنیت در کشور نمود. نماینده تاجیکستان گفت گزارش دیوید کی یک طرف است و واقعیت را انعکاس نمی‌کند.